بازم لباس ریختی بیرون. چه خبره ماما؟ من یه لباس میخوام خوشگل باشه یا قشنگ باشه. خب باز اینا چیه ماما؟ لباسات هم اینا دیگه. دیگه به درد نمیخوره. نگاه کن. جان. این میخواد. این حال کلاشو نگاه کن. خیلی مامان جون خب باید بریم بیرون بخریم. میبرمت بازار میخریم. جان. تو این گرما میخوای آواره کوچه خیابون منو کنی تو من آتیش میگیرم. خب مامان جون باید بخرم دیگه. از کجا بگیرم؟ مامانی همون جایی که این لباسمو خریدی رو بگیر. خیلی زبون داری ماما. من برات چند دست ازش لباس خریده بودم. خب گذاشته بودم مهمونی. نگاه کن. ای بلا بگاهیم کردی بودی به من نشون نمیدادی بودی. آخه مگه اینو گذاشته بودی برای دکوری رو؟ خب مامان جون چرا گذاشته بودم مهمونی بپوشی دیگه. ببین چه با کلاسه تو تنم میبینی حس نمیکنی. چرا ماما خیلی خوش. چرا اینو ندادی من بپوشم؟ خب بیا دیگه ماما الان دادم. کافی خودابنایی باشی لباسای قشنگ لیلیلوز رو بپوشی چه شبک میشی.